مقامات امنیتی افغانستان 4 ساکن این کشور را بازداشت کردند که به قول آنها آماده یک حمله مرگ طلبانه در کابل بودند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیتی کابل در یک نشست خبری گفت این افراد پیش از آن که تجهیزات ترکنده را به کار درآورند بازداشت شدند. خوشبختانه پیش از عمل انتحاری اینا از طرف پلیس کابل گرفتار و به چنگال قانون سپرده شد. مقامات افغانستان میگن این 4 نفر از سوی ملا دادالله نام شخص به حمله های مرگ طلبانه تشویق شده در پشت برخی آنها مهر زده شده است که از آن مهر جنت یا بهشت نام بردند. در دست راست بعضی آنها چند حروف انگلیسی هم نوشته شده است که برای شناساییشان از سوی گروه های جنگجو خدمت میکند. عزیزالله یکی از حمله‌وران که حالا در بازداشت است این نکته را تایید کرده است. وی گفته است به او گفته شده بود که با مهر جنت هنگام ترکش کمی دستش آسیب دیده بقیه اعضای بدنش سالم میمانند و او میتواند که به زندگیش ادامه دهد. ظاهرا همین باوری سالم ماندن بعد ترکش مرگ طلبانه بعضی جوانان را به حمله های انتحاری برده است، در حالی که همه روزه در شبکه‌های تلویزیونی و اینترنت نمایش داده میشه که چگونه حمله های مرگ طلبانه ده‌ها نفر آسایشته را در افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه و گوشه های دیگر جهان کشته و خود حمله‌وران نیز زنده نمیمانند. اما حالت‌های هم بوده است که برخی از حمله‌وران مرگ طلب پیش از ادای کارشان پشیمان شده خود را به مقامات تسلیم کردند یا مقامات را از این کارشان آگاه نمودند. حمله انتحاری در تاجیکستان سال 2010 در شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در سوغد رخ داد که بعداً مسئولیتش را گروه جماعت انصارالله، یک سازمان ممنوع در تاجیکستان، به عهده گرفت.